اگر به تاریخ ادبیات کلاسیکی و معاصر تاجیک با چشم تحقیق و خرد نظر افکنیم، جایگاه شعر و شاعر در مقام والا قرار دارد. کرامت و شهرت جهانی استاد ابو عبدالله رودکی در آن بود که با دانش و فطرت خداداد در زمان تسلط عرب به ایجاد نظم عالمگیر تاجیک و فارس ابتدا گذاشت. خوشبختانه دوام صدساله ها شاعران و سخنوران تاجیک پیروان و دوام دهندگان این قافله نظم جهانی بودند. در زمان شوروی نابسته به تأثیر مفکوروی ادیبان و سخنوران ملت ما استاد صدرالدین عینی، میرزا ترسونزاده، ابوالقاسم لاهوتی، باقی رحیمزاده توانستند نسل‌های جوان را برای بازگشت به ادبیات کلاسیکی هدایت نمایند. سالهای 60 و 70 عصر 20 به میدان ادبیات شاعران تازه‌کار و نوجوی بازار صابر، لایق شیرعلی، گلوخسار، سرمد و دیگران وارد گردیدند. برنامه‌ای که ما برای شما تهیه نمودیم به زندگی نامه و شعر شاعری شوریده دل سرمد بخشیده می شود. روانشاد سرمد با وجود عمر کوتاه و ناکامی های زندگی از سخن پردازان خجسته بود که با ایجاد شعر در قالب و مضمون های نو اصالت و فصاحت شعر تاجیکی را پس از عمومی گویی های بی تاثیر احیای تازه بخشید و قلب ها را تسخیر ساخت. گدامرود در حجتهایش با نام گدامرود اوزبکف مشهور، اما در ادبیات مشهور همچون سرمد. سرمد معناش جاودان، همیشگی، هیچ وقت کهنه نمیشد، مردن ندارد، بیمار. اصلا وی تربیت دیده انویسیتی دولتی تاجیکستان است. و چنانه که همکرسانش رفیقانی که او را میشناختند در صحبت‌ها شهادت میگویند بسیار با بهای سر تا پا از اول تا آخر با بهای اعلام میخواد. دانش بسیار فراخی فیلولوژی داشت. و به کتب شاعری بعد از ختم انویسیت وقتی که در روزنامه‌ها کار میکرد، پیشتر هم اون که البته وی مینوشت، شعرها مینوشت است، مشق میکرد است در دوره استودنتیش، لیکن همچون شاعری با مردم شناس، عامه شناس، فعالیتش بعد از ختم انویسیت شد. استاد سرمد یک شخصیتی بسیار ناتکراری، همچون شخصیت فردی و همچون شخصیت ادبی بودن در ادبیات ما. این کس از ابتدای فعالیت از روزنامه‌نگاری آغاز شد، لیکن از زمان دانشجوی آموزگاری شهر پنجکین بودن، این کس شاعری علاقه شناخته بودن در دایره های معینی، مثلا دوستانشون و مثلا اون همکاران و همپیشگانی که همراهشون بودن. ولی بعد سالهای 70، آخر سالهای 70 و اولی سالهای 80 وقتی که شعرهایشون پس هم به نشر رسید و مجموعه های اولینشون در شکل دسته جمعی به نشر رسید و اون شعرهای سلسله شعرهایی که توسط روزنامه کمسومال تاجیکستان و معارف معدنیت به نشر رسید، علاقه سرمد را همچون یک شاعری بسیار پخته، توانا و شاعری با استعداد معرفی کرد. هر باری که به دیه می آمدند در خانه اکای سید مراد ما
با هوس جمع می آمدیم در گرد شادروان سرمد. از صحبت و دیدار اون کس ما همیشه بالید تب می شدیم، زیرا سرمد نه تنها شاعر بلکه یک دانشمند هم بودند. خیلی برمحل از این عالم به دنیای عقبا متاسفانه راه گرفتند. سرمد در آبروی ما گفتن ممکن بعد از استاد لایق دوم شاعری مشهور بودند و امروز نیز محبوبیت آن کس به جا مانده است. آید جمع شاعران، آن شاعری تنها برفت. ریزید اشک ای عاشقان، آن عاشق شیدا برفت. ای رودها گریان شوید، هر قطره طوفان شوید. طوفان دل خاموشتر از قطره این اثنا برفت. یک دم توقف رهروان، سازید اندر راهتان. کام گرم رو زین راه ها، با خار زخمی پا برفت. ای کوه سر آور فرود، بر تربتش بنما سجود. روحی بلندی جوی او، از قله ها بالا برفت. از قطره باران ریز آب، بر مرقدی پاکش سحاب. کو لب لبی دریای ده، لب تشنه یکتا برفت. پروانه ها زین پس کجا، یابند راهی بزم ها. بر روشنی بخشی گور، آن شمع بزم آرا برفت. بود او اسیر غصه ها، بر سینه تیر غصه ها. زخمی دلش بر ما ولی، ناکرده او افشا برفت. افتاد از رخش غرور، از جور چرخی ناصبور. با خاکساری سوی خاک، آن آسمان فرسا برفت. بس شعر او ناگفته ماند، بس شعر او ناسفته ماند. از راه شعر ارمانی، بی هی هی و غوغا برفت. ایام چون سرمد کش است، و از مرگ سرمدها خوش است. ما را بدونان مانده او، با نیک ها یک جا برفت. این زندگی زهرش چشاند، بر دامنی مرگش کشاند. چیز چوز این دنیا ندید، از این به آن دنیا برفت. برداد او از بنده ها، کس کی رسید آه خدا. او دادخواهی پیش تو، شاید ز پیش ما برفت. اشکی زرافشان فر سلیم، هر قطره شد جنت مقیم. کز پشت سرمد ریخته، تا جنت المأوا برفت. استاد سرمد یکی از شخصیت‌های خیلی وطندار بودند و دلیل این بسیار شعرهای وطن دوستانه اون کس و اینچنین در آیین مادر بهترین سخن‌های گفتند. اما غزل رو همچون وطنی که زادگاهش هم خیلی دوست می‌داشتند. افسوس که عمرش بقا نکرد و تیز از عالم گذشتند. اما دیوانش هم بهترین دیوان است که غزل‌های بهترین رو در وصف وطن تاجیکستان گفتند. سالهای اولی دانشجویی وقتی در کوچه‌های شهر دوشنبه می‌گشتیم، از دیدار استاد سرمد اون وقت ما شاد و خرسند می‌شدیم، برای که در هر یک دیدار دیدن و هم صحبت شدن چیزی از اون کس آموختن ممکن بود. بیت‌های از کجاهای به خاطرشون گرفته رو برای ما می‌خوندن، از ایجادات خودشون بعضی چیزایی که در دلشون بسیار معقول بود و برای ما می‌خوندن. و به همتی سرمد یکی از شاعران بسیار با غرور، یک از شاعران بسیار قدری سخن و قدری خودشون میرستگی بودن. برای همین تا امروز در دل خوانندگانشون سخت جا گرفتند و در همه جا در توی معرکه ها از ایجادات اون کس یادآوری میکنند و یکی از حافظان دوست داشته مردم وادی زرافشان
حاجی اصلالدین مستانوف و چندین نوشته های استاد سرمد آهنگ بسته بودن که ما وقتی در تویخانه ها می در آمدیم حتما خواهش میکردیم که همون نوشته های استاد سرمد را خوانند که ما حلاوت بریم. از آن فهم میکنیم که چون شاعر از یک دهه خود به کمال رسیده و تا این روز اشعاری شاعری او را بسیار هوسمندای هستند که از او یادآوری میکنند. یعنی سرمد هرچند که سال 1994 از عالم چشم پوشید اما تا حاضر در بین عامه خلق خیلی مشهور می باشد. در بسیار مراسم ها اشعار سرمد را خوانده از او یادآوری میکنند. استاد زاده یک دهه خورده که از سرچشمه همون هوای تازه و آب تازه ماهیت الهامی استاد را زیاد کرده. یک چند بیت‌ها و شعرهای وطن دوستانه بیشتر گفتن و اینجا من می‌خواستم یک دو جمله درباره بیتشان بگم. می‌بینید گفتن که تاجیکستان سرنوشت عشق سوزان من است، ذره خاک عزیزش داروی جان من است، در بر گهواره سنگش فراغت یافتم، تخت سنگ کوهسارش تخت سامان من است. از اینجا برمیاد که استاد همون مهری خود، همون قلب خود رو، یعنی شعرهای و غزلهای خود رو با ماهیت دوستانی وطن و ماهیت اون عشق و فعالیت وطن بخشیدن و همچنان یعنی استاد در همون دهه‌ای که بزرگ شدن فعالیت کردن بیشتر اون ایجادیاتی که داشتن، یعنی ایجادیات بیشتر توجه داشت به همون حیاتی همون دوره مردم، یعنی از صدق دل یعنی شعرها رو ایجاد کردن و از حیاتی که تجربه کردند و دیگر گفتن. و ببینید در اینجا یک مصرع دیگر میگیم درباره خودی همون دهه‌ای که گفتن بوی بیشتی دارد، بوی بهار غزه، گل‌های تر بخیزد از مرغزار غزه. یعنی از این برمیاد که استاد از همون دهه خود دوستداری وطن را شروع کردن و تا به همون سرزمینی که امروز یعنی ما داریم و تاجیکستان هم دارد در اشعارشان پورا ثبت شده است. یعنی عشق محبت با وطن، محبت با مادر و عشق حقیقی، عشق الهی و عموما اشعار استاد اگر ورگردان کنیم یعنی تمامی دایره فعالیت زندگی مردم را فراگیر می‌باشد. نام اصلی شاعر گدایبای ازبکوف بود. او برای خود واژه سرمد را انتخاب کرد و در حقیقت شعر او چون نامش همیشه جاویدان باقی بماند. گدامراد ازبکوف 27 مارس سال 1947 در دهه غزه جماعتی دیهاتی وارو چشم به عالمی هستی گشوده. پس از ختم مکتب 7 ساله دهه 1 سال اینجا پیشه آموزگاری را ادامه بخشید. پس آن شادروان تحصیل خویش را در آموزشگاه آموزگاری شهر پنجکین ادامه داده. از زندگی عائلوی با همسر مهربان گلبوته علی و صاحب 4 فرزند رخشانه، افسانه، اوستا و مزدا شدند. از بس که برای او محیط دهه تنگی میکرد و دامنه ایجاد او پیوسته فراختر میگردید، سال 1966 شادروان سرمد راه سوی پایتخت کشور شهری دوشنبه را گرفت. پس از ختم موفقانه فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان فعالیت کسبی و ایجادیش را در روزنامه معارف و مدنیت ادامه بخشید. در مدت خیلی کوتاه با اشعار ناب، سبک و اسلوب سخن پردازی، بیان قلب و روح انسان به میدان ادبیات وارد شد. چکیده های خامش هزاران قلب‌های تشنه شعر تاجیکی را تسخیر کرد. ولی صد افسوس که با امر تقدیر قلب پرحرارت لبریز از مهر و آرمان‌ها و آرزوهای ایجاد شعرهای نو 30 دکبر سال 1994 از تپش باز ماند و باز انوار یک ستاره تابان سمای ادبیات تاجیک خاموش گردید. شادروان سرمد را در زادگاهش
دهه غزه به خواب سپاریدند و خوشبختانه با قرار رئیس شهر پنجکین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 73 دهه مرغیدر بالا به نام سرمد گذاشته شد. اهل خانواده، فرزندان، پیوندان و نزدیکان، دوستان صادقش بالای مرقدش را آباد و زیبا کردند. لوحه مرمرین گذاشتند. همزمان در صحن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 73 نیمپیکره سرمد را گذاشتند. در پایه نیمپیکره سرمد آموزگاران، خوانندگان، اهل شعر و ادب پیوسته محفل‌های رنگارنگ دایر نموده از شاعر بزرگ ملت استاد سرمد با افتخار و نیکی یاد می‌کنند. صدای تو صدای مادر دل، نوای تو نوای مادر دل، سراپا خاکی عالم را بگردی، نیابی گردی پای مادر دل. بگویم مادر صدا کن، مسافر قسمتی خود را دعا کن. نشسته بر سری گوری تو سرمد، بخیزا درد جانش را دوا کن. از چشمه عشق ای دلا دریا شوی، گاه درونی سینم چون بحر ناپیدا شوی. از حلقه اندوهی غم گاه نمی آیی برون، گاه تو در بام خیال از کهکشان والا شوی. از کودکی تا پیریم اشکی فراوان ریختم، دردانه جای دل ولی اندر یمی بود و نبود. دارایی هر دو جهان در پیش من بنهاده است، سرمایه دید بود ولی آن حاتمی بود و نبود. اندر فنای و در بقا سرمد به عشق زنده است، باری دو عالم میکشد این همدمی بود و نبود. ایا ای مادری غمبر کجایی، ایا دستی نوازشگر کجایی، سرم اسپید شد مانند شیرت، دلم گم میزند مادر کجایی. شادروان سرمد پسری خالیم، سرمد که وجودش همه آلوده درد است، گورش به کنار دل گوران گریه دارد. در دل من آتش عشقت فروزان باد، خاطرم با یاد زلفانت پریشان باد. ساکن میخانه عشق تو بودم سالها، جام چشمم آرزوی میگساران باد. باز خورشید خیالم میرود با یاد تو، صبح آغاش از نور پرافشان باد. چه خوش مادر خدای ما، زمینی تاجیکستان از دلی ما زاده ای ردی زرفشان است. رونی سینه ما عشق قتلان است، سری والای ما کوهی بدخشان است. برای تاجیکستان است، فدای تاجیکستان است. ای شبنم گل اشکی بهاران، ای لاله تر اندوهیاران، ای کوهی ردی که زن بینالی صد پاره گشتی در جای باران. ای شب به سینه داغی که داری در تن قبای اندوهیاران، ای باد آذر آهسته بگذر رنج ناری در شاهساران. بچگی در کوهساران یاد باد، آبشار و سبززاران یاد باد. خوش بهار نوجوانی داشتم، روزهای زیر باران یاد باد. عشق میسوزد دل و جانی مرا، لحظه های درد هجران یاد باد. تا دمی که زنده‌ام اندر جهان، نکهت زلفی پریشان یاد باد. مادر در زندگی دو دیده بینای من، هستی من، شادی من، ثروت دنیای من. سرفرازم با تو در دنیای خود تا زنده ام، غیرت من، شهرت من، قامت بالای من. بگویم مادر صدا کن، مسافر قسمت خود را دعا کن. نشسته بر سری گوری تو سرمد، برخیز و درد جانم را دوا کن. در سینه غمبای من مه خدا خوش آمدی، ای نور مطلق بای دلم از کبریا خوش آمدی. بای گوشی جانم نغمه های اساس انگشت میرسد، ای آمیشی گدوش که هم از بحر ما خوش آمدی. زی هست و نیست عالم آفریدن، زی خاکی راز آدم آفریدن. دل ما پره میگردد زمان جهان تا تشنه رفتار نباشد، زی آبی چشمی مایم آفریدن. بسا آید بشر امروز فردا، بزرگان را ولی کم آفریدند.
سودای سر ما را جانانه نمیداند، تیمار دل عاشق غمخانه نمیداند. در عالم اندیشه پرواز دیگر دارم، اسرار خیالی من بیگانه نمیداند. در طربگاه سرمدی عاشق به گوشی یار گفت، برف غم هرگز نبارد روی بام زندگی. معنی زیستن در عالم که آدم بودن است، تا به دنیای حقیقت جاده ها پیمودن است. تاجیکستان سرنوشت عشق سیزانی من است، ذره خاک عزیزش داروی جانی من است. در بر گهواره سنگش فراغت یافتم، تخت سنگی که سورش تختی سامانی من است. بهاران و بهاران و بهاران، بریزد بر سری من ریز باران. روم با یاد تو صحرا به صحرا، پریشانم چو دریای زرافشان. باشگاه کهساران با نوای آب شوران، در بهار روزگاران زنده باش ای تاجیکستان. ای دل جمال یاران بینم یا نبینم، روی امیدواران بینم یا نبینم. دنیا غنیمت ای دل، دنیا غنیمت ای دل. عشق آمد سینه ها را وا کنید، دیده و دل را گرفتار رخ زیبا کنید. از شراب عشق نوشید و دل دیوانه را، با همه غم ها درون سینه اش تنها کنید. دنیای شاعران دنیای دیگر است، پرواز شاعران تا ماه و اختر است. سرمد که همبال عقابان فضا بود، هر حرف و کلامش از مهر و وفای دیگر است. سرمد یکی از ستاره‌های درخشان ادبیات دوره شوروی بود و شاعری زمان خود بود. اشعار سرمد گوناگون موضوع است، موضوعهای وطن دوستی، موضوعهای عشق و محبت، موضوعهای پند و نصیحت، خصوصا موضوع مادر و وصف آن در اشعار سرمد بسیار باشکوه صدا می دهد و چطوری که خود شاعر میگوید: مرا چون شور دریاها شناسید، چو یک عاشق در این دنیا شناسید. اگرچه گنج شادی هم به کف نیست، مرا با ثروت غمها شناسید. ایام جوانی سرمد بسیار پرتهلکه گذشته است و در سن نورسی او از پدر یتیم ماند. دوشی بار زندگی به گردن مادری تنهای او ماند. او 4 فرزند را با عذاب و مشقت کلان کرد و سرمد را خواند در یونیورسیت را سرمد با بهای خوب و اعلا تمام کرد. بعد از آن در روزنامه‌های مرکزی شهر دوشنبه چند سال خدمت کرد. همدیهگان ما سرمد را در دل و دیده خود جای دارند. زنده و جاوید ماند هر کی نکو نام زیست، که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. زنانی که دل مردانه دارند، شرفمند و دلیر و حقگزارند، در این دنیا بدیدم زمره را که مردند و سری مردی ندارند. در این هنگامه هستی همه سرمست میبینم، بسا دیوانگان عشق قدح در دست میبینم. گدای نیو و شاه نی در این هنگامه مستی، همه دارا و نادار به هم پیوست میبینم. من امروز ما در دهه غزه آمدیم. ما یک وقتا با شریف بدل و عبدالرسول و بابای فکتر نشستیم. همین ها این لاهه همون ها بود. همون ها میگفتن که همین سرمد را جشنش را پیشواز گیریم و همین را تشکیل کنیم. حیات شریف بدل از دنیا گذشت. همین لاهه‌ای که همون ها را من به عهده گرفتم و من یک چیزی که یکم بار دیدم، این فتح‌الله کهزاد بود. چند مراتبه در رادیو تلویزیون خود دیدم سرمد رو شعرش رو پخش کرده با آدم‌ها معرفی کرد. بس یک بار با همین فتح‌الله کهزاد من نشستم
نشستم گفتم برادر منم گفتم همین طرفداری شمایونه که من گفتم راست گپ بگم شعر سروده نمیدونم. گفت که برای همین کارا کردن گرید اگر آدم‌ها رو جمع کنه شعر سرود خوانی کنن بسیار نمیشه. من امروز طلبای مکتبی که 73 در نام سرمد هست امروز طلبا جمع آمدن سرود خوانی کردن شعرگویی کردن. اینها با میخواد که باز خونه میگوید هم میخواد همین سرمد را دوست میدارد. طوری در بالا اشاره گردید مرقد شاعر در زادگاهش خیلی آباد و زیبا کرده شد. از طرف اهل خانواده، فرزندان، پیوندان، دوستان و برادران صادقش پیوسته مرقدش را زیارت میکنند، به ارواحش دعا و فاتحه میفرستند. غم ما را به غمداران بگویید، نوای گریه بر باران بگویید، دو بیتی حسرت ما را پس از ما بروی کور با یاران بگویید. بگو مادرش فدا کن، مسافر قسمتی خود را دعا کن، نشسته بر سری گوری تو سرمد، بخیز و درد جانش را دوا کن. ایا ای مادری غمبار گجای، ایا دست نوازشگر گجای، سرم اسپیت شد مانند شیره، دلم گم میزند مادر گجای. غزل‌های اون کس، رباعیات اون کس، همه اش برای هر یک مخلصانش ارزنده می باشد. افسوس که اون کس در ایام جوانی دنیا رو و دوام خود سرودهایشون همش بقیهش در دلشون نابوده رفتن. و این من 4 مصرع رو از غزل سرمد خواندن گفتنی هستم. در سینه غمبار من مهر خدا خوش آمدی، ای نوری مطلق بر دلم از کبریا آمدی. در گوش جانم نغمه ها از ساز عرشت میرسد، ای رامشی گردون شکر از بحر ما خوش آمدی. ای رامشی گردون شکر از بحر ما خوش آمدی. سرمدی بزرگ بست از دهه غزه می باشم. غزه را بسیار دوست می داشتم. بهار غزه را بسیار دوست می داشتم. مهان جشن 75 سالگی اون کس را تیاری دیده ایستاده ایم و می خواهم 4 مصرع از شعر سرمدی بزرگ بگویم. نوشم شرابی وحدت از دست یار غزه، مستی دو عالمم من غزه، انگشتری خیالم هر صبح گشته خورشید، روشنگری نماید از آبشار غزه. چکلی که به همه ما معلوم است استاد در جاده شعر و سخن بسیار تشبس‌های زیاد کردن، بسیار اشعارهای خیلی گرانبها از خود باقی گذاشتن و من میخوام اینجا 4 مصرع از شعر استاد یادآور شوم. خیالم یک نفس با عقل گوندا گفتگو دارد، چنانم لحظه با صد معما گفتگو دارد. غمی پیر و جوان برجسته خلوتی دل را پسندید، طرب با آرزو در کاخ مینا گفتگو دارد. زمین غزه، زمان غزه، بهشت و جاودان غزه، به ای چیک سواران خرسوار غزه. قابل ذکر است که در برابر نامگذاری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 73 آباد و زیبا ساختن مرقدش سال 1995 با اقدام انسان‌های نجیب، عبدالملک علیف و رستم قربانوف اولین مجموعه شعرهای سرمد واژه‌های سیاه‌پوش از چاپ برآمد. در چاپ من بعده شعرهای سرمد در مجموعه‌های خواب‌های آفتابی، اشک شفق، کلیات، نامزد علم‌های اقتصادی، فضل‌الدین
شامرادوف، محمد ناظر دوستبای ساده، شمسدین صالح ساده، جویای سمرقندی، سلیم زرفشانفر، طاهر لطیفی، آدینبای علیف، عبدالوهاب ظریفوف، فرزندان و پیوندان و دیگر شخصانی که شاعر را دوست می داشتند سهمی ارزنده گذاشتند. اشعار سرمد در اجرای سرایندگان شناخته استاد جوربک مرادوف، افضلشاه شادی، علیشیر قناعتزاده، عبدالله خیال، عبدالمجید بردیف، واجب صابیروف، شادروان ابوبکر زبیدوف و دیگر چهره‌های صنعت و هنر کیهاس با سرودهای دوست داشته مردم تبدیل یافتند. مادرا در زندگی دو دیده بینای من، مادرا در زندگی دو دیده بینای من، هستی من شادی من ثروتی دنیای من، سرفرازم با تو در دنیای خود تا زنده‌ام، سرفرازم با تو در دنیای خود تا زنده‌ام، غیرتی من شهرتی من قامتی بالای من، غیرتی من شهرتی من قامتی بالای من، هستی من شادی من ثروتی من مادرم، هستی من شادی من ثروتی من مادرم. من که نوشیدم زیرودی مهر تو آب حیات، من که نوشیدم زیرودی مهر تو آب حیات، چشمه آبی بقای من دل دریای من، چشمه آبی بقای من دل دریای من، هستی من شادی من ثروتی من مادرم، هستی من شادی من قامتی من مادرم. میپرد مرغ خیالم با امید هر طرف،
سرمدی شور دخاطیر سجده می آرد به تو سرمدی شور دخاطیر سجده می آرد به تو ای امیدی زندگی ای گوهر یکتای من ای امیدی زندگی ای گوهر یکتای من هستی من شادی من ثروتی من مادرم هستی من شادی من ثروتی من مادرم ای دولتی من مادرم قامتی من مادرم. مورد ذکر است که هیئت ایجادی تلویزیون سیما با مساعدت همدیاری استاد سرمد ایلمراد جمعیف، نواربرداران جاوید بهراموف، ابراهیم امولوف، خیام جورایف، دوستداران شعر سرمد با اهل عائله، پیوندان، همدیهگان، اهل ضیای کشور در شهرهای دوشنبه، پنجکین، جماعت دیهات وارو و دیگر موضعها هم صحبت شدند. مصاحبان درباره جایگاه سرمد، سبک و اسلوب خاصه اشعار سرمد با سوگواری و همزمان با افتخار سخن گفته، بار دیگر تاکید نمودند که سرمد همیشه زنده و جاودان است. و همچون شاعر من از سالهای 90 میشناسم و یک شاعری آزاده و دلداده بود. واقعا شاعری شوریده هم بود. شعر او در دلها زود راه می آورد و صدای شعر او دلها را به وجد می آورد. در ادبیات شناسی تاجیک شعر سرمد به طور جدی و عمیق تحقیق نشده است، ولی بعد از مرگش بعضی از دانشمندان تاجیک و از جمله بعضی از دانشمندان ایرانی به مثل علی اصغر شعردوست شعر سرمد را خیلی خوب نقد کردند و جایگاه سرمد را در ادبیات معاصر خیلی در مقام بلند و شامخ ارزیابی نمودند که بسیار مهم است. سرمد اساساً در قالب سنتی شعر گفته است. شعرهای او از غزل، رباعی و یک داستان عبارت می‌باشد. شعر در نوع شعری مثل شعر سفید و شعر آزاد نیز قلم خویش را طبع خویش را آزموده است و به نظر من که شعرهای بسیار صمیمی و زمینی می باشد، هرچند که جسماً در بین ما نیست ولی معنواً همیشه در بین علاقمندان شعر، علاقمندان ادبیات و دوستداران شعر و ادب وجود دارد. سرمد انسانی بود که تکرار نمی شود، یافتم نمی شود، خیلی آدمی به قدر بود. سرمد گفته که ایا ای مادری غمبر کجایی؟ ایا ای دستی نوازشگر کجایی؟ مادر گویم مادر صدا کن، مسافر قسمتی او را دعا کن. سپیدی زد همه موی سری من، ایا مادر خبر داری نداری؟ تابوتی مرا سوی بلندی ببرارید، شاید که بوی وطن زند بر بدن من. سرمد تکرار نمی شود، ما یک آن حرمت میکنیم، غزلش در هر کجا میخونیم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام. از مرگ نابهنگام این نابغه دوران سالهای سال میگذرد. فرزندان او کلان شدند. آن 4 طفل صغیری که از او باقی مانده بودند امروز هر یکی نانیاب و صاحب کار و صاحب جا است. ولی افسوس سرمدی نادیده روزگار که در جوانی از پدر و مادر محروم شد،
از برادر محروم شد، تنها ماند و این شاخه تنها در تنهایی شکست. من به ایشان با طفیل نویسنده صاحب طبع، نویسنده بزرگ احسان سبحان شناس هستم، چون که سرمد با احسان سبحان در گزیت آموزگار کار میکردند که در اون وقت گزیت معارف و مدنیت بود، در یک جایگی کار میکردند و زود زود به خانه احسان سبحان می آمدند و در آنجا بارها شاهد صحبت‌های گرمی ایشان شدیم. سرمد با طبع لطیف و با بزلگویی‌های خود در دل همه جای می‌گرفت. دیگرش این که آن سخندانی، آن شعردانی، آن بزرگی که سرمد داشت دیگر کسان ندارد. افسوس که ما قدر بزرگان را در زندگیشان نمیشناسیم. وقتی که به سیاحت می‌برآمدیم در کوچه های دوشنبه، همه با او با یک التفات نگاه می‌کردند، همه با او با یک مهربانی نظر می‌کردند، با خرد و با کلان یک بزدگویی می‌کرد، یک حجو نازکی را به زبان می‌آورد که این چیزها خاص امروزیان نیست و همه او را احترام می‌کردند و کم شاعری بود که در همون ایام با مانند سرمد دیگران شناسند و نام این ادیبی جاویدانی همیشه جاویدان میماند. من همچون همدهی استاد شادروان سرمد فخر آن دارم که آن شخص استادی من بودند در مکتب 8 ساله دهی غزه و ما با استاد فاطمه عبدالله و دیگر استادانی که از پاروین بودند و از دیگر جاها می آمدند و ما درس سبق آموخته بودند و بزرگی استاد در آن بود که آغاز در از شعر سر می شد، انجام درسم با شعر انجام می یافت. من این بود بزرگی استاد سرمد که با شعر درس رو آغاز می کردند و با شعر درس رو انجام می دادند و ما که جوان بودیم در 36 و 7 میخواندیم، آن وقت حال کتاب استاد سرمد و ترجمه‌اش شدنی نبود، فقط از قفایش رو میگشتیم. در غزه بامی بود در شفت مسجد دیه غزه. در اون بالای بام مولا عبدالغنی همون موسیقیان خردمند جمع میشدند، صحبت می‌آورستند و در بالای یک سنگ بزرگی که تازه در اونجا وجود دارد استاد سرمد با یک جامعه خیش تکیه کرده می نشستند و موسیقیدان هم از شعر استاد سرمد به وجد آمده میگویند گداجان که از تخلشان سرمد است. گداجان اکنون ما بدل خواندیم. تورالخانی در دهه غزه خیلی خوب برامون شده که بدل خانی بود، حافظ خانی بود و از سرمد خواهش میکردن که سرمد جان، گداجان یک بسیط شعری بیت خان. کیسه های استاد سرمد پر از کاغذ بود و از کیسه های جیب خیش میبرآوردن، سرده های نوشته خیش رو قرائت میکردن و یک خاطره خیلی خوب باقی مونده است که من همراه نویسنده بزرگ تاجیک پولاد تالیس که اوکاشون اوکتان پولوس بودن در زورمیج بخونیم. استاد سرمد با برادر پولاد تالیس اوکتان پولادوف به شعرخوانی بیبرک سر کردند و در بیبرک سرمد غالب آمد. من درباره آموزشگاه آموزگاری را که ما 4 سال با سرمد یک جا گذراندیم، آن نخستین قدم های دانش اندازی و شاعری و ادبی از آنجا آغاز یافته بود. آن دانشگاه از دانشگاه هم قیمت‌تر، آن نکته‌گیر بود، نکته سنج بود، نکته خام بود، نکته دان بود. آموزشگاه آموزگاری شهر باستانی پنجکین و بسیاری وقت گادابای راست گپ که یک
فعلی به خود خاصه داشت که نه با همه کس اونس میگرفت، اگر اونس گرفت کشاد اونس میگرفت، کشاد. میدانست که مثال همین دولت شاه با حاضر کرم ممکن، دولت شاه با گپ سخت هم ممکن برداشته میتواند و هم میبردارد. این یک عالم گویم بیرونی ای گفتم ممکن است که ظاهری سرمد بود، لیکن باطنی وای یک سر و اسرار داشت که آن را من سالتر فهمیدم وقتی که رمان آل سامان را می نوشتم. آن وقت در کردم که همه چیز در باطن باید شکل گیرد. سرمد نه فقط هم سبق بلکه دوست خیلی نزدیک بود، هم قلم. من وقتی سرمد میگویم نخست یک حادثه عجیبی که به خصلت خوی رحمتی مطابق است به یادم میاد. تقریبا همین ماهای آخری مارس یا اولی اپریل عرفه نوروز بود، صحیح‌ترش بعد نوروز. من در زمین همراه پدر کشت و کار میکردیم. ناخواست پسی دیوار صدای ماشین برآمد و رحمتی عبدالرسول برادر و دوستی بسیار خوبی من که بر وقت این علامه طرح گفت سرش را نمایان کرد و گفت اینجا بیا. میروم که در یک ماشین تمغه نیوی محمد رسول سرمد و چند رفیقای دیگر نشستم و مرا به گفتی رحمتی سرمد و سیری غلزار دعوت میکنه و سرمد مستی بهار و مستی موج غلزار بالای سبزه ها غیر میزند و شعر میخواند. این لحظه بسیار عجیبی شاعرانه همیشه در خاطر من باقی مونده است. با رحمتی سرمد من هنوز سالهای دانشجویی آشنا بودم و در اجاره خانه او که در محله چی گوییم پشتکوه گوییم آن زمان با نام نگارنی مشهور بود، در یک حولیچه زندگی میکرد و در روزنامه معارف مدنیتی آن سالها بود کار میکرد و ما همراه سفر عبدالله که از دوستان بسیار خوبش بود زیاد به حضورش میرفتیم. خدا رحمتی سرمد با مادر من خیلی نزدیک می شود. از سالهای بچگی وقتی که ما اساساً همون کوه و که تابستان ها می برامدیم قطیب ماله ها، ما قطیب مردمی همین غزه بودیم. ما قطیب سرمد در خوشتریته گفتنیم موضع رجک بازی کردگی با هم دیگر یک جا کلان شدیم، با هم دیگر یک جا سیر میکنیم، صراحت میکنیم. از بچگیش که به بچگی خوش ذهن و خوشگفتار بود. در دوره‌ای که با سرمد می نشستیم دایم خنده و خوشگویی و شعرگویی و همین ها بود از بچگی. گفتم که سرمد همین غزلات بیایید من قطعی اتفاق نویسنده ها التماس کردم. استاد لایق قدیر فکر ناسی بودن، گفتن که خیلی سرمد بیاد مرحمت به چاپش ما کمک میکنیم. اول نمیرم گفت، بعد سخت التماس کردم که خیسته اختیم آمد تا همون کنج شورای عالی مجلس نمایندگان آمد و گفت که یک سوگویم خواهی خدا را قدم نیمانم گشت آمد. خیلی خیلی چند بار التماس کردیم و کردیم لازم نیست خودش و شهرت پرستی یگان کاری نداشت، نمیخواست که همین کتابش چیز سر چاپ شود. خب بعدی وفاتش مجبور یکتین تو با مسئولیت دوستان همین کتاب سرمده با یاری من بهردین جویا، رحمتی بهمن یار، عمردین روشین همین آختی
با یاری همینا کتابی دست نویساش از صندوقش گرفته بعد این جویا به ترتیب آورد همینه به چاپ دادیم سال 98 روی چاپ گرفتم کتاب. در اشعار این مردی نکونوم اساساً وصف وطن است، وصف مادر است. بعد پیزداش میگن در ادبیات همین تجسم کرده توانستن همین طبیعت زنده و زیبای و شده تاجیکستان است. از جمله یک بیت عجایبشان همیشه یادم میاد. در لب دریای غزه رودی زورمیج نام دارد. در لب رودی زورمیج شیشتگی هستند و شعر خوانده ایستادن. بازگو افسانه های طفلی را بر من شوریده بود درد آشنا، بچگی هم رفته بود همراهی تو، بچگی های مرا بردی کجا. اینقدر دلبستگی داشتن که حتی راضی نبودن که روی زورمیج بچگی هاشون از همون غزه یگانجا بره. همین خیلی دلبستگی بیار داشتن. خیلی رویشون شاد باشد. این زمان تمام مردم همون جماعت دیهاتی واره از دهه غزه از زادگاهشون سر کرده تا دیگر دیه کرده و در پنجکین البته یک شهرتی جهانی کسب کردن گویم خطا نمیکنیم. ما گداوای ازبک خودی که بعدها تخلصی سرمت انتخاب کردم. گویا که گفتم ممکن که در طی یک کورپه کلان شدیم میگویم همین خیلی کلان شدیم. من صنف 7 تمام کردم، اون که صنف 8 تمام کردم. بعد رفتیم به دانشگاه پداگوژی پنجکین، در اونجا هم سبق بودیم. 4 سال یک جا خواندیم. بسیار یک بچه زیرک هوشیار، لیکن شعرهای اولینش به هیچ کس نشان هم نمیداد. ما دوزی نما گاگا گرفته همچون رفیق همچون برادر میخواندیم شعرهاش. بعضا ایراد هم میگرفتیم، بعضا شوخی های هم میکردیم، لیکن شعرهای بسیار خوب بود. در همون سن و سال و در همون وضعیت همین خیلی شعر گفتم، هنچه گپی کلام بود. درباره ایجاداتش هم مقدار میدونم. خیلی شعرهای به معنی داشت در واسه وطن، در واسه بهار و نوروز و آدم و آدمگری و دوستی و رفاقت و خلق دوستی و وطن دوستی و مانند اینها. و البته در همون دیوان آخرینش باید که جای گرفته باشند. متاسفانه من همون دیوان رو دسترس کردن نتوانستم. از افتش با تعداد کم چاپ شده بود، بنابراین باید در دکان ها نیافتم. گرچند یکی حیات بقا نکرد، هیچگاه ما او را فراموش نمیکنیم، چون که فرزند عزیزی دهه کوچک غزه این سرمد بود که با غزلهایش دهه خردکی ما را به تمامی خلقهای رای جهان معرفی نمود. استاد سرمد یک فردی ملت دوست، فرهنگ دوست بود که در زادگاه کوچک شهری دهه غزه کل تاجیکستان و دولتی بی سرحدی آن را میدید. باوشی تاسف است که این شخص در سن جوانی از بین ما رفت، ولیکن آثار غزلها و شعرهای او را جاویدانی گردانده است. مرا چون شوری دریاها شناسید، چون یک عاشق در این دنیا شناسید، اگرچه گنج شادی هم به کف نیست، مرا با ثروتی غمها شناسید. اگرچنده که شاعر در غم ملت، در غم شعر و فرهنگ روزهای خود را کوتاه کرده باشد، هم شعر و آثار شاعر بزرگ برای ما یک گنجینه بی‌بهای باشد که دوران او را، عشق و محبت او را نسبت فرهنگ و ادبیات به نوجوانان و به نسل آینده گذاشته است. بنابراین من میخواهم که این استاد زنده یاد را ما برای جوانان کوشش کنیم که یک چون شاعری دهنده ادب، دهنده حسیات وطن دوستی شناسانیم.
حریر ابر نیسانی نخش بر کوهساران زد، بر روی سبزه نوخیز ابر نوبهاران زد. چو رنگ تازه دارد دل از می شادی، فرح از گوش صحرا هوای بزم یاران زد. برای همسر شاعر گلبوته علی و فرزندان و پیوندان با گذشت قریب 30 سال از مرگ قبلگاه خانواده اشک حسرت و سوگواریشان خشک نشده است. آنها افتخار دارند که نام سرمد با شعر ماندگارش زنده و بردوام است. هنگام ملاقات با همسر شاعر گویا از دوریهای دور سرمد شوریده دل ندا میکرد: بیا ای یار باز آمد بهاران، لب دریا رویم و سبززاران، دل پر آتش خود را بمالیم بروی سبزه های زیر باران. در اویلم 4 فرزند دارم، 2 تا دختر 2 تا پسر. اویستوی مردا رخشانه افسانه. آن کس تیزتر وفات کردم. من بچه ها رو با همسایگی پدر و مادرم که در من همسایه بودم و باید رساندم. بچه هاشون رو همش خاندار کردم، همشون خوشبخت فرزند دارم. من خودم هم حاضر هم خوشبخت حس میکنم، هم از همه بچه هایم حاضر خودم منت دارم. بچه هایم همش مرا طی قنوت کرده گشت. میخواهم 4 تا مصرع شعر مادری سرمد را برای شما گویم. خدایا در کجای مادری من که به تو خالی شد کوی و دری من. نمیدانم خبر داری نداری، سفیدی زد همه موی سری من. خدایا در کجایی مادری من که به تو خالی شد با مادری من. نمیدانم خبر داری نداری، سپیدی زد همه موی سری من. نمیدانم خبر داری نداری، سپیدی زد همه موی سری من. آیا ای مادری غمبر کجایی، آیا دستی نوازشگر کجایی. سرم اسپیز شد مانند شیرت، دلم دم میزند مادر کجایی. سرم اسپیز شد مانند شیرت، دلم دم میزند مادر کجایی. صدای میکنم مادر صدا کن،
قسمتی خود را دعا کن. صدای میکنم مادر صدا کن، مسافر قسمتی خود را دعا کن. نشسته بر سری دوری تو سرمد، بخیزا درد جانش را دوا کن. نشسته بر سری دوری تو سرمد، بخیزا درد جانش را دوا کن. خدایا در کجایی مادری من که به تو خالی شد با مادری من. خدایا در کجایی مادری من. قابل ذکر است که تا لحظه های واپسین عمر سرمد در روزهای فرح و شادمانی غم و اندوه در پهلوی پیوندان، یار و دوستان، همدیاران و همدیهگانش قرار داشت. از آن روزگاران شیرین نوارهای تلویزیونی، ثبتها، عکسها و خاطرات بی بازگشت باقی مانده است. سال 1992 استاد سرمد در توی فرزندان ساکن دهه غزه علمراد جمعیف، شهزاد، بهزاد، شیرزاد، بهروز همچون صدری دوره با بزم شعر و سخن و مهر و محبت به قلبها موای نو گرفت. نوشم شراب وحدت از دست یار غزه، نوشم شراب وحدت از دست یار غزه. در دو جهان مستم من با خمار غزه. در جاده های قسمت هر جا که می روم من، در جاده های قسمت هر جا که می روم من، در جاده های قسمت هر جا که می روم من. بر دوش آرزویم پیوسته بار غزه. انگشتر خیالم هر صبح گشته خورشید، انگشتر خیالم هر صبح گشته خورشید. روشنگر نماید از آبشار غزه. در صورت بهارش رنگ بهشت آمد، در صورت بهارش رنگ بهشت آمد. هر سبزه شد فرشته اندر بهار غزه. سرمد با نیاییش گوید که دست یزدان گنج زمین و گردون سازد نثار غزه. قابل ذکر است که با مقصد گرامی داشت خاطره سرمد و شعر جاودانه او از طرف محرر برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان کوهزاد فتح‌الله یک برنامه خیلی جالب در زادگاه شاعر دهه غزه تهیه و منظور تماشابینان کشور گردانیده شد. تاجیکستان سرنوشت عشق سوزان من است، ذره خاک عزیزش داروی جان من است. در بر گهواره سنگش فراغت یافتم، تخت سنگ کوهسارش تخت سامان من است. سینه کوه بدخشان روشن از خورشید لعل، آتش آن آتش سوز نیاگان من است. مصرع‌های رودکی گنجینه گمگشته نیست، شعر او
هر پاره طلای زرافشان من است. میهن و مادر پرستش میکنم، شعر و سخن این فضیلت در خون خلق سخندان من است. لذت شعری دری کی می رود از جان من، الله های مادری پردرد و ارمان من است. تاجیکستان کوهسار و چشمسارت شاعرند، هر گیاهت شعر و هر سنگ تو دیوان من است. درود بینندگان عزیز و ارجمند، این یکی از مشهورترین شعرهای وطن دوستانه استاد سرمد می باشد و ما برنامه نوبتی خانه ادب را در دهه غزه شهر پنجکند پیشنهاد شما می نماییم، زیرا این شاعر شوریده زاده کوههای سر به افلاک دهه غزه است و اشتراکچیان نوبتی برنامه خانه ادب یک زمره دوستداران اشعار ناب شاعر سرمد می باشند که باور داریم با اشتراک خود برنامه ما را حسن و آرام می بخشند. پرستش میکنم او را برای مهری سوزانش، وجودم روشنایی یافت از خورشیدی چشمانش. دریغا کودکی رفت و به سرفصلی دیگر آمد، نصیبی من نخواهد شد دیگر می نوی دامانش. نتانم دیدن از آینه گیتی نمایی وقت، بری گهواره و آغوش و نوشی شیری پیستانش. دیگر آواز او از پشته ها برگوش من ناید، زی لوحی سنگ هایی ده جویم نقشی دستانش. با آبی رودها می گفت بیتی حسرتی خود را، بخواند راوی دریا برایم شعری ارمانش. دلم گم می زند از دیدنی کاشانه مادر، خیالم بوی او دارد در و دیوار و ایوانش. به چشمانش بیمالد سرمد از خاکی مزاری او، کفی خاکی که بخشاید به مهری خیش درمانش. یک ذره ام باری همه دنیا کشم، یک ذره خاکی تشنه ام دریا کشم. گه شادم و گه غم نوا، گاه رسا گه نارسا، برداشت دل برداشت جان سیاره سودا کشم. در خاک باشد ریشه ام با 100,000 اندیشه ام، پابسته خاکم ولی سرجانبی مینا کشم. من با حقیقت زنده ام، از اشتها رنجیده ام، همچون مسافر ره به ره رنج از این صحرا کشم. تا نیرو دارم در بدن 100 بار گویم این سخن، من آن نیم تا منت از مردمی کانا کشم. من عاشقم بر زندگی، بر عشق دارم بندگی، تا زنده ام باری غمش تنها کشم. برای صبح از کاشانه خیش، به دستی بیمه دارد دستواره. گرانبار است باری پیری مادر، کجایش میبری با قلب پاره. زلفی گونه اد آثاری پیری، زکل کی زندگی نقش ببسته. به طوری موی هایت برفی اندو، دریغا مادری زارم نشسته. به کنجی خانه در شام زمستان، تو تنها با همه افسانه خود. بخوانی زیر لبها بیت ارمان، زی اسرار خود و کاشانه خود. درخشان است الماسی سرشکت، به نگی مژه ها ای مادری جان. که ماند در کتابی سینه من، دریغا رنج ها ای مادری جان. عمری تو چون رود پر غوغا گذشت، اشکی تو چون رود پر آوا گذشت. در سرت اندیشه بود و نبود، زندگانیت پر از سودا گذشت. آرزوهایت از این دنیا گذشت، با خیال در رسومی روزگار. در میانی کار و باری زندگی، مادری زارم بگشتی به مدار. ای دریغ عمری جوانیت گذشت، در ره و پیراه هایی کهسار. گرچه حالا ناتوان و خسته ای، بر دلی شوریدم هستی مدار. هر کجا ای که قدم بنهاده ای، ذره خاکش به من دنیا بشود.
هر کجا ای قطره ای اشکت بیریخت جمع گشته در دلم دنیا بشود. هرگاه بر چشم هایت بینگرم ریشه گیرد در دلم ارمان تو. لحظه ای پردردی و افتادگی باز خواهم صله ای دستان تو. هر کجا ای که بباشم مادرم یادی تو پیوسته دمسازی من است. در فضایی به کناری زندگی مهری تو چون بال پروازی من است. سودای سرید ما را جانانه نمیداند، تیماری دلی عاشق غمخانه نمیداند. در عالمی اندیشه پرواز دیگر دارم، اسرار خیالی من بیگانه نمیداند. به حرف و نوا گفته افسانه عشقش را تا باد نگوید باز افسانه نمیداند. از جام لبانی او مستم من و مستم من، مستان رهی عشقش میخانه نمیداند. بر گوش دلی سرمد ای عشق چرا گفتی، دیوانه دل را بین فرزانه نمیداند. به حقی اللهایی که سری گهوارم گفتی، به اشکی خیش میشای گناهم را ایا مادر. ثوابم را تو با لبهای خندان گیری استقبال. تمامی عمری من هیچ است ای مادر، به نزدی یک شبی بیدار خوابیت. من از تو در تمامی عمر قرض دارم، به پیش پایهایت سجده می آرم. تمامی گنج عالم از برای قطره اشکت نمی ارزد. تو آخر چشمه آبی بقایی زندگی بخشی. کتابی زندگی از اللهایت ابتدا یابد ایا مادر ایا مادر. یکی از پهلوهای اساسی اشعار استاد سرمد را موضوع مادر در بر میگیرد. البته مجموعه را تحت عنوان مادرنامه با زیور چاپ پیراسته کردن از امکانیت دور نیست، زیرا استاد سرمد در ستایش زن مادر شعرهای فراوان گفتند که در ادامه برنامه بزم شعر یک غزل را در ستایش مادر قرائت میکنیم. زخم دل را نوشدارو پند مادر بوده است، دیده ها از نور روی او منور بوده است. شعر طفلان می شود ایجاد به حرف و قلم، کودکان را دست مادر همچون منبر بوده است. کودکی هایم به یاد آید دلم گم می زند، یک دمی طفلانه با عمر برابر بوده است. در نگاه گشنه آخر خرمن زر هیچ نیست، دانه گندم به از 100 گونه زیور بوده است. سر بر روی بالین قو به وطن آسوده نیست، خواب شیرین سر بر روی سنگی کشور بوده است. دل به فریاد آمد و بر سرمد شوریده گفت، بهترین گنجی که گم کردیم مادر بوده است. مادر را در زندگی دو دیده بینایی من، هستی من، شادی من، ثروت دنیای من. سرفرازم با تو در دنیای خود تا زنده ام، غیرتی من، شهرتی من، قامتی بالای من. من که نوشیدم زیرودی مهری تو آبی حیات، چشمه آبی بقای من دلی دریای من. می پرد مرغی خیالم با امید هر طرف، تا بیابی کودکانت مادری تنهای من. سرمدی شوریده خاطر سجده می آرد به تو، ای امیدی زندگی، ای گوهری یکتای من. من تشنه ام، من تشنه ام، تو آب دریا ای غزل. من عاشقم، من عاشقم، تو روی زیبا ای غزل. در کلبار خاطرم هر حرفی تو چون دانه است، همچون کشاورزت برم صحرا به صحرا ای غزل. هر کودکی گهواره گر بار تو را بشنیده است، در سینه اش همراه دل جنبیده دنیا ای غزل. من در بری گهواره نه بشنیده ام، در بطن مام
شعر زی تو شیوا نبود در مرز دلها ای غزل. ای ارمغان بر خاکیان از گنجدان اختران، حافظ تو را آورده بود از عرش اعلا ای غزل. ای حوری مینوی سخن والا نشینی جانی من، تنها تو تنها ای غزل. ای درد جانی شاعران، ای اشک چشمی عاشقان، یک بیتی تو اولاتر است از گنج دارا ای غزل. هر شاعری فرزانه را دردش نغنجد در زمان، در کولبار خود ببر غم را به فردا ای غزل. سرمد رو همچون شاعری عاشق و شوریده نیز میشناسند و اکثر موضوعهای اشعار شاعر را عشق و محبت در بر میگیرد. و اینجا چند دو بیته از اشعار ناب سرمد برای شما قرائت میکنیم. ببینم هر سحر روی صباحت، دلم گم میزند از هر نگاهت. تو آتش میزنی بر خانه دل، زی آتش خانه چشم سیاهت. زی عشقت ریشه جانم بسوزد، گل امید و ارمانم بسوزد. خوش آن روزی که همراه دل من، هوسهای پریشانم بسوزد. جهان عشق رنگین است ای یار، غمش در دیده سنگین است ای یار. اگرچه در غم عشق تو میرم، غم عشقت چه شیرین است ای یار. نفس گیرم زیتری غنچه گل، روم همراه آبی که ساران. بنوشم باده از جام لاله، شوم سرمست آغوش بهاران. بتازم هر طرف در زیر باران، به مثل کودکانی غم ندیده. به بالی گل پرک ها رشته بندم، بگردم دامنی صحرا دویده. به صفت آبشاران شعر گویم، به گوش بلبلان خوانم ترانه. نویسم حرف دل در دفتر گل، که ماند از بهاران این نشانه. به هر کاشانه آرم مژده نو، زی نوروز و زی فصل نوبهاران. بنوشم باده از جام لاله، زی این روزی نکوی روزگاران. آه از عشق تو سوزد صنما بنیادم، آه از ذره خاکم بشنو فریادم. من نانم که نمک خورده فراموش کنم، نرود لذت آغوش تو هیچ از یادم. همچو من در ره عشق تو جگر سوخته کو، هست خورشید مسافر فلک استادم. نورم روی نیاز به در کاخ کسی، بنده خویشم و از بند جهان آزادم. دل سودا زده سرمد عاشق چون دید، عشق آمد که بگوید مبارک بادم. در خیالم باز میبینم تو را، زندگیم رنگ دیگر میگیرد. این دلی شوریده و درد آشنا، در درون سینه‌ام در میگیرد. در خیالم باز میبینم تو را، در ره و پیراهای کوهزار. از غمی بود و نبودی زندگی، در سرت اندیشه های روزگار. در خیالم حسرت و ارمان تو، ریشه دارد در دل و در جان من. در خیالم مادری زارم دمه، آمدی برگرد دسترخوان من. طفل میگشتم خدایا لحظه، در میان دو کفی دستان تو. کودکیم را زینب میافتم، مادر اندر بری دامان تو. بینندگان عزیز، برنامه خوان ادب در یکی از دوردستترین دهه های تاجیکستان، دهه غزه ادامه دارد و باز هم در ادامه برنامه چند دو بیتی و رباعی استاد سرمد را قرائت میکنیم. ز شعر حضرت خیام مستم، کلامش بر لب و جامش به دستم. درون سینه من آتش شعر فروزان است و من آتش پرستم. ضمیر رودکی کان سخن بود، کلامش ثروت و گنج وطن بود. عدو گر گوهری چشمش ربودی، ولی شعرش چراغی
انجمن بود. در قطعه دیگر میگویند که حقیقت وطن مادر سجده می آرم به این 3 حرف مقدس تا دمی که جان دارم در بدن. مرمت در دل من آتش عشقت فروزان باد خاطرم با یاد زلفانت پریشان باد ساکنی میخانه عشقی تو بودم سالها جام چشمت آرزوی میگساران باد باز خورشیدی خیالم میرود با یاد تو صبح آغوش از نوری او پرفشان باد عشق را بینگر که ما را چون سخاوتمند کرد دل اسیر و سرفدایی نام جانان باد سرمد امشب از شرابی بوسه هایش مست بود دست او بر گردن آن چهره خندان باد دلی فرزانه را در عالمی طفلانه می خواهم زمانی کودکی و مادر و افسانه می خواهم مرا مادر در این دنیا برای سربلندی زاد سرم از تن رود اما سخن مردانه می خواهم دلی بسوز و ساکت را نمی خواهم اگر یک روز باشد هم دلی دیوانه می خواهم بگفتا ساقی بزمی طرب سرمد چی می خواهی به لب شعری تری حافظ به کف پیمانه می خواهم. استاد سرمد در موضوع زبان، لفظ مادر و یا خود زبان مادری از خود شعر و بیت‌های جاودانه میراث ماندند. در جای میگویند که زبان مادران فرخنده دارید شما که وارثان روزگارید برای هر کلام نیک مادر درون سینه ها هیکل گذارید. گونگ‌های مادرآورد جهان خوشبخت‌تر نسبت برخی که لفظ مادری گم کردند. سجده می آرم به پیش پای آن دیوانه خیش را گم کرد اما لفظ مادر گم نکرد. شیر مادر کور سازد چشم بینایی ورا گونگ بهتر از کسی که گونگ لفظ مادر است. بینندگان عزیز پس از چند لحظه برنامه خوان ادب باز هم ادامه یابد. با ما بینید. ایا ای مادری غمبر کجایی ایا دستی نوازشگر کجایی ایا دستی نوازشگر کجایی سرم اسپید شد مانند شیرت دلم گم میزند مادر کجایی سرم اسپید شد مانند شیرت دلم گم میزند مادر کجایی. شاعر سرمد از شاهنامه نیز الهام گرفتند و در رباعی می‌فرمایند ز اشک تهمینه دریا پوری آب فغانش میرسد بر گوش مهتاب دلش در سینه‌اش دریای خون شد ز تیغ رستم و از مرگ سهراب. بگویم مادر ای مادر صدا کن مسافر قسمتی خود را دعا کن نشسته بر سر گوری تو سرمد بخیزا درد جانش را دوا کن کجایی در کجایی مادری من که به تو خالی شد کوی و دری من نمیدانم خبر داری نداری سپیدی زد همه موی سری من اختران چون اشک ریزند از سر مژگان شب تا سحرگه با خیالت میگیرم دامان شب با امیدی صبح رویت انتظاری میکشم اشک چشمانم بریزد بر گل و چشمان شب چون خیال امشب بیایی گر تو در آغوش من بستر سازم برایت از گل و ریحان شب باز آو ای آرزوی رفته در قصر دلم تا بگویم از برایت قصه و دستان شب کاخ عشقت را ز گنج آرزو آراستم
سرمد امشب بشکند همراه تو ارمان شب. خوش با دلم به زیر افلاک وطن، من سجده برم به قله پاک وطن. هر کس که برای میهنش جان داده است، احیا بشود همیشه در خاک وطن. ای میهنی من، میهنی من، میهنی من، مینوی من و باغ من و گلشنی من. در حفظ تو جان فدا شود باکم نیست، عشق تو چو جان تازه اندر تن من. شکرانه به مادر و وطن باید کرد، هم سجده به قبله سخن باید کرد. از سینه عریان و ناآسوده خود، از حسرت خویشتن کفن باید کرد. در صبح خیالم رخ اسپید تو آمد، بر یاد غمم واژه امید تو آمد. در بستری تنهایی دم کابینه بستم، در بالین من چهره خورشید تو آمد. این عالم افسانه بود و خواب و خیال، اما به نظر دیده ای فرشید تو آمد. معنی زیستن در این عالم که آدم بودن است، تا به دنیای حقیقت جاده ها پیمودن است. زشتی ها را از ضمیر خویش دور انداختن، گنجدان نیکی را با رنج دل افزودن است. پیشه خورشید عالم چیست از روزی ازل، کاخ مینا را به خون خویشتن اندودن است. سرمد شوریده را پرسیدی آیین تو چیست، با حقیقت بودن و بحر حقیقت مردن است. دلم نیکو بدی بسیار دیده، بهارش هم گل و هم خار دیده. شتابان بگذرد این عمری کوته، ز دست زندگی آزار دیده. مادران شاداب باشد بر سری گهواره ها، تا سرودی الله آید از بری گهواره ها. از بری گهواره می آید صدای زندگی، دیده ای ما نقش بندی منظری گهواره ها. ای دل از بیش و کمی دنیا کمی بیگانه شو، بوی طفلی می رسد از بستری گهواره ها. آسمانی چشمی مادرهای ما پر نور باد، از فروغ جاویدانی اختری گهواره ها. مرا چون شوری دریاها شناسید، چو یک عاشق در این دنیا شناسید. اگرچه گنج شادیم به کف نیست، مرا با ثروت غمها شناسید. در این میخانه هستی همه سرمست میبینم، بسا دیوانگان عشق قدح در دست میبینم. گدای نیو و شاه نی در این هنگامه مستی، همه دارا و ناداری به هم پیوست میبینم. فروغی گوهری مستی نیابد سرمد از ساغر، به معنای می دیگر ورا پابست میبینم. در خانه دل گنج فراوان سخن است، خورشید نمیرنده و تابان سخن است. دل همچو طبیعت پر از زیبایی است، سرچشمه دارایی انسان سخن است. ماند به جهان همیشگی نام قلم، با چشم خرد نگر به فرجام قلم. هر نامه که فرزانه امروز نوشت، بر آدم فرداست چو پیغام قلم. بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه، در این منظره زیبای ده غزه، بخش رقابتی بیت برک را پیشنهاد شما می نماییم. در پهلوی راست من غیرت و بینظیر، اینچنین در پهلوی چپ من لیلا و مهرافروز هستند که اینها میخوان در اساس اشعار شاعر سرمد بیت برک برپا نمایند. و من حالا یک بیت را از داخل کلیات شاعر پیشنهاد میکنم و اشتراکچیان را میباید با حرف آخر این بیت برک را ادامه دهند. سرمایه ما اگر سخن باشد بس، دارایی ما اگر وطن باشد بس. حرمت حرف سه. سرمد که گنج جز دل ندارد، بخشید او را بر دوستداران. نش میزند بر رخ گلزارها باران نور، میمکد آن شربت باران را خورشیدوار.
رنگ شیری مادران از استخوانی ما نرفت، 100,000 سال زیر خاک میماند سپید. دستی سبزی مادران گهواره ها را سبز کرد، گر بهاری بیشوار آید نسبزد چوبی خشک. کلواری غم به دوشی خش دارد اشکی من، این مسافر از دلم بر دیدن خاک آمده است. تیرگی از چهره دیبای شب هرگز نرفت، پرنیان روز را خورشید رنگین می کند. دردی من زور و دوای در جهان پیدا نشد، خاک پای مادر آوردم که به دردم کند. دلی دارم که میسش پر علم نیست، ورق دارم به دست من قلم نیست. تاریکی پیدا نبودی، روشنایی هم نبود، سرمه شب روشنی بخشد به چشم آفتاب. برف پیری بر سر ما آنچنان افتاده است، 100,000 آفتاب آن را نبیتوان آب کرد. در خیالم آبهایی چشمساری کوهسار، اشک چشمی آهویی که بچه اش گم کرده است. تا ابد در فانوسی گردون بسوزد آفتاب، شهچراغی که نمییابد زوال روغنش. شادی و غم در وجود زندگی بیگانه نیست، صبح هم پیش از تبسم ها سیرشک افشانده. از جبینی به وطن بوی وطن ناید دیگر، پاره خاکی وطن بود و ولی منسوخ شد. ما تشکر میگوییم از بینظیر و غیرت. اینجا لیلا و مهرافروز باید برق را با حرف د ادامه میدهند. مرحبا. در کف زحمت پرستی بارزگر خاک وطن، دستی او از مومیایی خاک راحت می کند. در خیالم رودها رنگی بلورین زاده اند، سایه اندازد سری هر موج را چتری حباب. بی وطن در خیش هم عمر نمی یابد وطن، چون که او آزادگی های روان گم کرده است. تا نبیند چهره زیبای گل آزاری درد، همچو اشکی کودکان شبنم زیرویش تیز رفت. تا حکیمی مرگ آگه گردد از احوال من، نامه تنهایی بر بال نفس ها بسته ام. مادری دهقان من از درد دنیا رفت، داسی دستش از زمین رفت و به گردون ماه شد. دستی مادرم در طاق ایوانی وی است، چون هلالی که نمایان است در طاق فلک. کوزه و پیمانه را از خاک یاران ساختند، تا به بزم همدلان بینند روی همدیگر. رفشنگری افکار من، داننده اسرار من، مشکل کشای کار من، عقلی رسا خوش آمدی. این سوپی سپید چوروی مادر باشد، هر بوی بهار چوبوی مادر باشد. دل به فریاد آمد و بر سرمدی شوریده گفت، بهترین گنجی که گم کردیم مادر بوده است. تشکر میگیم از اشتراکچیان بخش باید برق و بسیار باید برق خوب در اساس اشعار شاعر سرمد برگزار کردن. بینندگان عزیز، چند لحظه تا قدر امکان همراه شما به گلستان اشعار دلپذیر سرمد سیر کردیم و اینک فرصتی به برنامه جدا کرده ما به پایان میرسد با یک قطعه زیبای وطن دوستانه استاد سرمد. خوشا مادر برای ما زمین تاجیکستان است، دل ما زاده رودی زرفشان است، درون سینه ما عشق ختلان است، برای تاجیکستان است، فدای تاجیکستان است. واقعا با یک مقاله، کتاب، برنامه تلویزیونی، زندگی نامه، اشعار و ایجادیات و نقش ماندگاری سخنوران بزرگ چون استاد روانشاد سرمد را پرره فرا گرفتن امکان ناپذیر است. امید میکنیم که دیگر از محققان، ادبیات شناسان و کارمندان واسطه های اخباری عامه به این مسئله روی می آورند. برای شخصیت های بزرگ مرگ آغاز زندگی نو است. استاد سرمد تا دقیقه های آخری حیات با شعر بود و با سخن والا آیت مرگ را بخواند. به این معنی شاعری شناخته سلیم زرفشان فر در روز مرگ استاد سرمد نوشته بود:
روزهای واپسین عمر، سرمد حسرت نصیب، هفته با یاد و بیاد شعر خواند. شعر بودی ناشتایش، شعر بودی چاشگاه و شامگاه قوت غذایش. جان او از وحشت لرزید، در هوای شعر رقصید. واقعا سرمدی شوریده دل در عمر کوتاه خویش رسالت شایسته را در میدان شعر معاصر تاجیک انجام داد. شعر سرمد با معناهای نو، پیرایه تازه خیال، موضوعهای مقدم و مقدس و به قلبها گواراترین احساسات را اهدا کرده است. بنابراین شعر سرمد چون نامی خجستش در تذکره ادبیات معاصر تاجیک و حافظه نسل‌ها جاودان باقی خواهد ماند. نخستین میسر
تمام